سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل صحبت بکنم. اینکه آیا با اومدن هوش مصنوعی خیلی از مشاغل حذف میشه و خب خیلی از افراد بیکار میشن. این خب یه واقعیتی که باید قبولش بکنیم. ولی خب تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل تخصصی و بر حوزه خیلی تخصصی به این صورتی نیست که ما فکر میکنیم که با اومدن هوش مصنوعی سریع افراد بیکار میشن و یا دچار چالش و بحران میشن. در حقیقت اینه که با اومدن هوش مصنوعی خیلی از مشاغل تحت تاثیر قرار میگیره، ولی به این صورت که کارهایی که توسط انسان با یه تخصص خاصی انجام میگیره خیلی از مشاغل توسط هوش مصنوعی انجام خواهد شد، مثل کارهای پزشکی، مثل کارهای تحلیل داده، مثل کارهای آماری، مثل کارهای مالی و حسابداری، مثل اتوماسیون‌های صنعتی، کارهایی که توی کارخونه انجام میشد، مثل بحث آموزش در مدارس ابتدایی، آموزش زبان و حوزه تحصیل در دانشگاه و خیلی از مشاغل دیگه، مثل مشاوره پزشکی و حوزه دیگه. ولی خب واقعیت اینه که توی این تغییر قرار نیست افراد بی سواد تبدیل به افراد با سواد بشن و یا اینکه برای مثال من در حوزه پزشکی توی هوش مصنوعی جستجو میکنم و هوش مصنوعی اطلاعات خیلی کامل بهم میده. من رشته‌ام برنامه‌نویسی کامپیوتره، من قطعاً باز با اون دانشی که هوش مصنوعی در اختیارم قرار میده من قطعاً پزشک نمیشم و اطلاعات پزشکی به دست نخواهم آورد. و قطعاً یک حرف کاملا اشتباهیه که بگیم با اومدن هوش مصنوعی دانش گسترش پیدا میکنه. نه، اصلا دانش گسترش پیدا نمیکنه. افراد بی سواد همون بی سواد خواهند موند و افراد متخصص و با سواد خب قطعاً اگر از هوش مصنوعی استفاده کنن به دانششون و به سوادشون افزوده خواهد شد. خب اتفاقی که در این بین میفته اینه که با اومدن هوش مصنوعی سطح رشد علم، سرعت رشد علم افزایش پیدا میکنه، سرعت رشد تخصص افزایش پیدا میکنه. افرادی که متخصص بودن توی حوزه توی رشته‌ای با سرعت بیشتری با روند نمایی دانششون و تخصصشون رشد خواهد کرد و خب خیلی از کارهایی که این افراد متخصص قبلا توسط به صورت دست یا به صورت انسانی انجام میدادن خب این کارها با ابزار هوش مصنوعی انجام خواهد شد و خب سرعت کارشون هم بیشتر میشه و خب این به این افرادی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن در روند تولید، در روند توسعه کارشون سرعت بیشتری ایجاد خواهد شد و این افراد اصطلاحاً حوزه خودشون رو سریعتر گسترش میدن. برای یک مثال مشاور پزشکی رو، مشاور روانشناسی رو مثال بزنم، با اومدن هوش مصنوعی یکی از مشاغلی که واقعاً تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت بحث مشاور است. حالا فرض کنید یک مشاوری، یک پزشک مشاوره روانشناسی، یک روانشناس، یک رواندرمانی آشنایی نداره با ابزار هوش مصنوعی، با هم روال سنتی داره کارش رو انجام میده. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این بین اتفاقی که میفته اینه که هر روز مشتریان این شخص کم میشن و خب در نهایت به یه جایی میرسه که خب مشتریاش به صفر میرسه، چون همه دارن از ابزار هوش مصنوعی مخصوص مشاوره روانشناسی و رواندرمانی استفاده میکنن. البته رواندرمان نه، صرفا مشاوره و اصطلاحاً تراپی. ولی شخصی که مشاوری که با هوش مصنوعی آشناست میاد یه سیستم تحت وبی رو توسعه میده به عنوان مشاور آنلاین روانشناسی و خب افراد رو اپلیکیشنش هم توسعه میده، افراد رو ترغیب میده به اینکه بیان از این اپلیکیشن استفاده کنن. تا یه سطحی افراد از این سیستم مشاور آنلاین ایشون استفاده میکنن و در نهایت این شخص میگه که شما باید مراجعه کنی برای کار تکمیلی به یک روانشناس که خودش در بک‌اند این سیستم قرار داره، خودش تیمی رو مجهز آماده میکنه برای اینکه بتونه سرویس روانشناسی رو برای کاربران ارائه بده. حالا چه اتفاقی میفته توی جامعه مشتریان، توی جامعه بیماران و توی جامعه‌ای که خدمت ارائه میدادن؟ ببین اتفاقی که میفته با پیاده سازی ابزار هوش مصنوعی هزینه ارائه این سرویس پایین میره، کمتر میشه و در سطح جامعه افراد خیلی زیاد و بیشتری نسبت به قبل از این سیستم روانشناسی استفاده میکنن و برای اون جامعه ارائه دهنده خدمت ارائه دهنده سرویس اتفاقی که میفته این افراد با هزینه پایینتری برای مشتریان زیادی
ارائه سرویس و ارائه خدمت خواهندش. خب این در هر دو نگاه، یعنی هم از نگاه سرویس گیرنده و هم از نگاه سرویس دهنده، یک اتفاق خیلی بزرگی، یک اتفاق تسهیل کننده امور و پایین آورنده هزینه است. پس هوش مصنوعی اینجا کار بدی رو روی این حوزه انجام نداده، اومده سرویس های خوبی رو، سرویس های کم هزینه رو ارائه کرده و جامعه آمار و مشتریانی که قرار بود از این سرویس استفاده بکنن رو توسعه داده. خب این میشه یک تاثیر بسیار مثبتی از هوش مصنوعی در حوزه روانشناسی. خب حوزه خیلی زیادی رو میشه مثال زد، چه در حوزه صنعت که برای تولید تجهیزات و خودروها و خب صنایع استفاده میشد، توی خط تولیدشون قبلا از نیروی انسانی و کارگر استفاده میشد که الان از ربات‌های هوشمند استفاده میشه. خب هزینه تولید رو میاره پایین و جامعه که قرار از این سرویس ها، از این خدمات و از این تجهیزات مدرن استفاده کنن بیشتر میشه. خب دوباره تاثیر مثبتی رو روی هم جامعه استفاده کننده و هم جامعه ارائه دهنده خدمات داره. خب در کل هوش مصنوعی با اومدنش باعث میشه که مشاغل تسهیل بشن و هزینه تولید، هزینه سرویس پایین بیاد و جامعه آماری که از مشتریان که قرار بود از این سرویس استفاده کنن بیشتر میشه. خب این تاثیر مثبتی از هوش مصنوعی. ما هر چقدر بیایم اینو بررسی بکنیم، اتفاقی که در کوتاه مدت میفته اینه که سطح سرویس گیرندگان افزایش پیدا میکنه و هزینه سرویس دهنده، خدمات دهنده پایین میاد و در نتیجه هزینه خدمات میاد پایین و جامعه هم بزرگتر میشه. توی فاز اول این تغییراته، توی فاز اولی که هوش مصنوعی رشد میکنه و به شکوفایی میرسه توی مرحله اول. خب در ادامه اتفاقی که میفته، تمام تخصصات، تمام دانش میان به سمت هوش مصنوعی. تمام رشته‌های تحصیلی، چه در حوزه علوم انسانی، چه در حوزه فنی، چه در حوزه پزشکی، میان و تکنولوژی و دانششون رو با هوش مصنوعی ترکیب میکنن و خدماتی که قبلا کاملا مبتنی بر انسان و نیروی انسانی بودن رو میان با ابزار هوش مصنوعی ترکیبشون میکنن و خب این باعث میشه که در کل یه تغییر اساسی در نحوه ارائه خدمت اون سیستم رخ بده و خب که این تغییر هم در جامعه آماری مشتریان، هم در جامعه خدمات دهندگان و هم در هزینه‌های تولید میتونه خیلی تاثیرات زیادی رو داشته باشه. خب پس نکته اینه که قرار نیست با اومدن هوش مصنوعی افراد بی‌سواد تبدیل به افراد باسواد بشن و افراد باسواد مشاغلشون رو به راحتی از دست بده. نه، خود این افراد باسواد هم متخصص هم اگر وارد حوزه هوش مصنوعی بشن، روند ارائه خدمتشون رو، هزینه‌هاشون رو میارن پایین و خب در نهایت این میتونه باعث توسعه کسب و کارشون و بالا رفتن درآمدشون و آسان شدن ارائه خدمتشون بشه. خب برای این جلسه تا این حد کافیه. انشالله مباحث بعدی رو برای جلسات بعد خدمتتون ارائه خواهم کرد. درود.